الله تعالی مرا برای شما فرستاد، شما گفتید که تو دروغگو هستی. گفتن وقال ابو بکر صدق. ابو بکر گفت پیامبر این راست میگه. یگانه شخصی که به چون و چرا اولین دعوتی که پیامبر به او کردن گفت که تو رسول خدا هستی ابو بکر. گفتن دیگه همه شما اومده گفتن همه فکر میکنن همه حال بینم کو، یعنی که این شاگردای ابو بکر، آنهایی که به دست ابو بکر ایمان آوردن، اسلام رو نشر کردن. اکنون فهمیدید برای چی اینا ابو بکر رو هدف گرفتن؟ فهمیدید برای چی میخوان ابو بکر رو زیر سوال برن؟ فهمیدید برای چی میخواهند که ابو بکر رو سیاه جلوه دهند، ابو بکر رو بد نشون دهند؟ برای از زبان پیامبر، این از زبان ما نیست، از زبان مورخ نیست، از زبان محدث نیست، از زبان یه انسان عادی نیست، از زبان انسان است که و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحى. یعنی زبان انسان است که فقط از وحی گپ میزنه، از هوای خودش گپ نمیزند. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. عزیزان بیننده، نفر برای من نوشت گفت استاد درست است، گفت ما صحابه رو دوست می‌داریم، صدیق و فاروق و ذوالنورین و مرتضی و حسن و حسین و دیگران رو ما از ته دل ما دوست می‌داریم، لیکن بسیار می‌خواهیم که درباره فضیلت اونها دانیم. می‌خواهیم دانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره اونها چی میگفتن، درباره اونها چه فکر داشتن و می‌خواستیم درباره اونها برام بسیارتر نقل کنید. منم بنابر من نوشته هم برادرمان خواستم درباره ابوبکر صدیق برای شما چند جمله گویم برادران. شاید که این از یک دو نوارم زیاد شود، لیکن برای معرفی کردن صدیق شاید که ده ها نوار هم برای ما کمی میکنه. حالا باشد درباره این شخصیتی بزرگ، شخصیتی که تاثیر بسیار بلند دارد، شخصیتی که یعنی که افضل ترین انسان بعد از انبیا حساب می شود، بعد از تمام انبیا بهترین انسان علی الاطلاق این ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است، طبق اعتقادی اهل سنت و جماعت. ابوبکر کی بود؟ ابوبکر نام اصلیش عبدالله ابن عثمان است و در ششم بابا نسبش با پیامبر صلی الله علیه و سلم یک میشه، در مرت بن کعب بن لؤی که این با بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا یک میشه برادر عزیز. و کنیاش ابوبکر است. ابوبکر یعنی که اینا بکر گفته اصلا شطوری جوان رو میگن. خب عربا هم گاهی همین نام هم میگذاشتن و با اون کنیه هم میگرفتن برای خودشون. غالبا یعنی که این کنیه رو گرفتن برای خاطر قوت و برای خاطر نشاط و حیویت و برای همین ها اطلاق میشد برادر عزیز. ابوبکر در سال بعد از 2 سال فیل تولد شده است، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر 2 سال کوچکتر حساب می شود. و از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پرسیدن که آیا تو در جاهلیت عرق می نوشیدی، شراب می نوشیدی؟ ابوبکر گفت اعوذ بالله. گفت به خدا پناه. گفتن چرا؟ گفت کنت اصون عرضی و احفظ مروءتی. من گفت ناموس خودم نگاه می داشتم و مروءت خودم رو نیز نگاه می داشتم، چون که شخصی که شراب می نوشد و عرق می نوشد و برای ناموس خودش پروا ندارد و از مروت خودش هم از جوانمردی خودش هم پروا ندارد. وقتی که این سخن به پیامبر رفت و رسید، پیامبر گفتن که صدق ابوبکر، صدق ابوبکر. چخیلی که ابو نعیم اصفهانی در معرفت الصحابه آورده است، یعنی ابوبکر راست میگه، ابوبکر راست میگه. یعنی که پیامبر همین سخن ابوبکر رو تصدیق کرده که ابوبکر عرق ننوشته است و هم اون چی گفت که ناموس انسان را زیر سوال میبرد، مروت و جوانمردی انسان را زیر سوال میبرد. ابوبکر وقتی مسلمان شد اسلام خودش البته اظهار کرد. یا مردی بود بسیار مردی معلوف، مردی بود که همه دوست می‌داشت، مردی تاجر بود، مردی بود که قریش برای او یک مکانت قائل بود دوست عزیز. یعنی که یک مرد مجهول نبود، در بین قوم خودش انسان شناخته شده بود و با نیک رفتاری و خوش رفتاری خودش بین قبیله مشهور بود و هیچ شکی نیست که ابوبکر اولین شخصی است که اسلام آورده است و دلیلش هم این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم اونچنان که در حدیث بخاری آمده است، ابو دردا روایت میکنند میگن که ان الله بعثنی الیکم فقلتم کذبت. الله تعالی مرا برای شما فرستاد، شما گفتید که تو دروغگو هستی. گفتن وقال ابو بکر صدق. ابو بکر گفت پیامبر این راست میگه.
یعنی شما همگی میگفتید که تو دروغگو هستی، تنها مردی که میگفت که تو راستگو هستی این ابوبکر است. و واسانی بنفسه و ماله، ابوبکر مرا به جان خودش و به مال خودش مواسات میکرد، دستگیری میکرد. فهل انتم تارکو لی صاحبی، همین انسان، همین دوستی من برای من میمونه یا نمیمونه؟ دو بار تکرار کنم، هل انتم تارکو لی صاحبی، میمونه هم ابوبکر که گردد و نمیمونه. یعنی اینجا ظاهرا بین ابوبکر صدیق و کدام صحابه یک داد و گرفته شده و بینشون شاید معامله تیره شده بود و در نزد پیامبر وقتی شکایت شد، پیامبر گفتن که وقتی که ابوبکر ایمان آورده بود همین تو من دروغ نمیگفتی. این شخص اولین است. همین خودی حدیث دلالت برام میکنه که ابوبکر صدیق اولین شخصی است که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. با دلیل گفته های همین اونجایی که در سیرت ابن هشام اومده است، میگه اینکه ما دعوت احدا، پیامبر گفته سنن ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوه، هر شخصی که در اسلام دعوت کردم دو دیل شد، گفتم خیلی من یه بار فکر کنم، من روام یه بار برکشم که گپای تو تا کجای راست است و تا کجای دروغ است، خیلی من میبینم احتمال تو راستگو باشی. الا ما كان من ابي بكر ابن ابي قحافه ما عكم عنه حين ذكرته له و ما تردد فيه، یعنی مگر ابوبکر که یگم تردد نکرد در جای دعوت و پیامبر گفت که اشهد انک رسول الله، من گواهی میدم که تو رسول خدا است. یگم شخص بین ابوبکر پیامبر گفتن هیچ کی خیلی نبود، یگانه شخصی که به چون و چرا اولین دعوتی که پیامبر به او کردن گفت که تو رسول خدا هستی ابوبکر بود. گفتن دیگه همه شما اومده گفتن هم فکر میکنم هم حالی بینم کو شاید تو راستگو باشی، یعنی که دو دلگی کرده. اسلام ابوبکر یک فتح بود، چون که ابوبکر یک مرد بود که مکانات و منزلتی بلند داشت، تاجرم بود، خوش اخلاق هم بود، یک مرد چقچقی هم بود و مردم با او یعنی که بسیار دوست می داشتن که با او هم صحبت باشن. و الله تعالی در قرآن گفت که و سیجنبها الاتقا، و مردمان تقوادار و پرهیزگار از اون دور خواهند شد، دور کرده خواهند شد، یعنی که از دوزخ کم بزنند، یعنی دور میشوند. این وعده ای هست که الله تعالی گفت که ابوبکر از دوزخ دور است، وعده است که قرآن میگه که ابوبکر بهشتی است. چون که عدد، یعنی که یک عدد بسیار کلانی از مفسرا گفتن که این آیت به اجماع مفسرین درباره ابوبکر است. بغوی میگه که یعنی ابوبکر الصدیق فی قول الجمیع، فی قول الجمیع، تمام مفسرا میگن که همین آیت و سیجنبها الاتقا درباره ابوبکر است. ابن عطیه میگه که ولم يختلف اهل التأویل ان المراد بالاتقا الى آخر سوره ابوبکر. اینم گفت هیچ کی اختلاف نیست که همین آیت درباره ابوبکر است. ابن الجوزی هم گفت که اتقا ابوبکر است فی قول الجمیع، فی قول جمیع المفسرین، تمام مفسرا گفتن. خاک بر دهان انسانی که میاد و با همین انسانا گپ میزنه و انسان دخترش گپ میزنه و انسان پسرش گپ میزنه و انسان خلافتش گپ میزنه. جهل و جهالت. و شوکانی یکی از علمای بزرگ زیدیه بود، بعد اون مذهب زیدی رو ترک کرد، میگه که الاتقا ابوبکر الصدیق فی قول جمیع المفسرین. ببین من قول چند مفسر آوردم، همه میگن که قول جمیع مفسرین است. یکی از اونها شوکانی رحمت الله تعالی علیه. اینقدر مردک در دعوت نشید بود، اینقدر مردک در دعوت جان خودش میداد که در بدست ابوبکر 6 نفر از همین انسانایی که ما به اصطلاح 10 یاری بیشتر میگیم به دست ابوبکر ایمان آوردن، از جمله عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبید الله، عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص. همه اینها دعوت ابوبکر مسلمان شده است. این چنین ابو عبیده جراح، این چنین غیر از اینها عثمان ابن مظعون و ابی سلمه ابن عبدالاسد و ارقم ابن ابی ارقم، همون ارقمی که خانه خودش رو ستادی دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داد و در مکه پیامبر 13 سال در خانه مردک دعوت میکنن. مشرکان ندونستن که این خانه شتاب بیان که ستادی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. همین بزرگان
به دست ابوبکر ایمان آوردن. همه همین انسان ها تمدن ساز هستند. همه همین ها تمدن اسلامی رو ساختگی هستند. عثمان ابن عفان دیگر افریقای شمالی رو فتح کرد، این طرف اون طرف فتح کرد، این طرف تا خراسان آمد. ببینیم زبیر ابن عوام در یرموک قهرمانی که کرد در شمال افریقا در جنگ در فتوحات. میبینیم که طلحه ابن عبیدالله، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن وقاص در جنگ قادسیه اون قهرمانی که از خود نشان داد، ابو عبیده در فتح شام و در فتح دمشق و اینا. یعنی همه اینها، یعنی که این شاگردای ابوبکر، آنهایی که به دست ابوبکر ایمان آوردن، اسلام رو نشر کردن. اکنون فهمیدید برای چی اینا ابوبکر رو هدف گرفتن؟ فهمیدید برای چی میخوان ابوبکر رو زیر سوال برن؟ فهمیدید برای چی میخواهند که ابوبکر رو سیاه جلوه دهند، ابوبکر رو بد نشون دهند برای ما؟ چون که ابوبکر وقتی ایمان آورد همراه خودش، اینا همه اینا اگر به زبان خود که حاضر بگم نخبگان مکه بودن، الیت مکه بودن، یا اقلا فرزندانی همون نخبگان اهل مکه بودن. عثمان یعنی اگر به اصطلاحی اگر همون کمونیستا گیریم، یکی از همون پدرش بایها و برجوازای مکه حساب میشد. مثلا سعد و دیگرها هم مثلا پدرشون انسان پولدار بودن، مکانتدار بودن، مقامدار بودن، نخبه بودن. اونایی که در دارالندوه می نشستند، قراری همون قبیله در دستی پدران همینا بود. همینا رو ابوبکر صدیق به اسلام دعوت کرد و چه خیلی گفتم همه اینها تاریخ ساختن بعد، همش بدون استثنا. و اکثر اینها در سندی پایان از 20 سالگی بودن، بین 15 و 20 بودن، یا اینکه 16 و 20 بودن. دیدن برای چه ابوبکر بد می‌بیند اینها؟ لیکن دعوت این بزرگان، دعوت این نخبگان مکه ابوبکر رو از دعوت این زنای مستضعف و بیچاره باز نداشت. هشام از پدرش عروه نقل میکنه که ابوبکر 7 نفر غلام را آزاد کرد میگه. از جمله‌ای که آزاد کرد بلال است، عامر ابن فهیره هست، زنیره هست، نهدیه همراه دخترش هست و جاریه بنی معمل است، این چنین ام عبیس است. که ابوبکر همه اینا رو از عذاب وقتی میدید که اونو شکنجه میکردن تا اینکه اونو از دین گردن، ابوبکر میرفت اونا رو میخرید. برای چی؟ برای اینکه این برادر اسلامیش است. ببین نه نسب داره. شاید اکثر اونا از افریقا، از اون حبشستان اونجا آمده بودن همین غلاما. برای ابوبکر چه زور بود که اینا رو خرد. همین تفکر پدر ابوبکر هم داشت. میگفت که تو برای چه لازم که غلامایی گفت به صاحبی غلام ضعیف سست کم پیر زنک آزاد بکنه، یا غلامای بقوت نیرومند آزاد کن که توی حمایت کنم برای تو تیلخ شم به اصطلاح. لیکن ابوبکر میگفت تو نمیدونی من برای چی این کارو بکنم، یعنی که این برای الله تعالی هست. خب یعنی ببینید نشاط ابوبکر نه تنها موجه به سوی فقط الیت بود و نخبگان بود و همون اریستوکرات‌های مکه گویم به اصطلاح فرزندان اونا، بلکه تمام قشرهای جامعه رو در بر می‌گرفت. یعنی شخصی بود در حقیقت شخصی ممتاز، شخصی بود که تمام اقشار او رو قبول داشتن. تاجر هم بود لیکن انسان خاکسار بود، انسان خوش اخلاق بود، انسان خوب رفتار بود. بنابراین همه آیه وصیه جانب الاتقا برای نازل شد. چون که بعد اون که وصیه جانب الاتقا میگه که الذی اوتی ماله یتزکا، مال خودش برای چی الله تعالی میداد، چون که با توسط عمل خودش رو پاک کند، خودش را زود آید اون چیزهایی که در دلش هست زود شود، اون خطاگی و اون گناه ها. خب الله تعالی که ولی سوف یرضا، و راضی کرده می شود. نکو راضی کنندن الله تعالی رو فقط خودش میدونه برادر عزیز. و هم الله تعالی شهادت داد که وجه ربه الاعلی، همه کاری میکنه برای الله خودش است، برای خدای خودش است. ما میان همه خیلی انسانی که الله تعالی از بالای آسمان اینقدر گواهی داده میان زبان دراز میکنه. یعنی این خذلان خدا هست که الله تعالی باید شرمنده کرده است که باید شخصی که خدا از آسمان براش آیت نازل میکنه میآید و زبان درازی میکنه. این خدا شرمنده، همین شرمندگی بس است، همین احمقی و ابلهی بس است. یه حدیث دیگری که در فضیلت صدیق است دوستان، در حقیقت همین اصلا بس است، همین چیزی که گفتیم بس بود. لیکن ببینید مردی بود که اکتفا نمیکرد. میگفت این ثواب جستن و اسب ثواب شدن آخر ندارد. انسان باید تا آخر حیات خودش در چی باشد؟ در جستجوی کار نیک باشد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی خطبه کردن، چه خیلی که ابو سعید خدری میگوید، بعد گفتن که الله تعالی برای بنده خودش اختیار داد، میگه یا دنیا رو اختیار کن یا اون که در نزد خدای خودت است. بنده اون چه در نزد خدا است اون رو اختیار کرد. میگه ابوبکر گریه کرد. ما حیران شدیم، گفتیم این موسفید برای چی گریه میکند؟ یعنی اینجا پیامبر درباره کدام بنده گپ است که خدای خود چی اختیار کرده است. خب این بنده خدای خود چی اختیار کرده است، هیچ گپ نداره. خب لیکن بعد فهمیدیم که چی است؟ این بنده ای که خدا برای اختیار گذاشته است این محمد علیه السلام است. و پیامبر اینجا گویا که مرگ خودشون رو برای مردم گفته است که من خدا رو اختیار کردم، به زودی خواهم وفات کرد. و این ابوبکر در کرد، فقط برای اون خلافت نصیب ابوبکر. یعنی قلب و قالبش با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین پیامبر گفتن که یا ابوبکر لا تبکی، ابوبکر گریه نکن. ببینید چه پیامبر دلبرداری میگن ان امن الناس علی فی صحبته و ماله ابوبکر. بین برادر در آخرین روزهای حیات خودشون چرا پیامبر اینقدر تاکید به ابوبکر دارن؟ چرا پیامبر میخوان که فضیلت ابوبکر بود برای مردم گوشزد کنن؟ مگر یگان معنا ندارد؟ مگر معنای اون نیست که شما بعد از من همین سرمر برای خود سرور گیرید، برای خود راهبر گیرید، برای خود خلیفه گیرید، برای خود امام گیرید؟ گفتن که ولو کنتو، یعنی اینجا گفتن که ابوبکر یعنی یگان شخص در هم صحبتی با من، در رفیقی با من، در دوستی با من مثل تو نیست. چه از جهت مالی باشد چه از جهت جانی باشد، همه طرفه تو حق برادری تا حق دوستی برای من ادا کرد. و گفتن که اگر من از امت خودم برای خودم خلیل میگرفتم، ابوبکر خلیل میگرفتم. برادر اونجا در زبان عربی یعنی که محبت درجات دارد. دوستی یعنی که محبت کلمه حب است، این خلیل است. خلیل از حبیب باز بلندتر از مرتبهش، چون که میگن که خلیل وقتی که همون تار و پودی قلب وقتی محبت میرسد، یعنی وقتی آمیخته به خون و رگ انسان بشه محبت دوستش، همون خلت میگن که خلیلی میگن. من گفتم که من اگر در دنیا کسی رو خلیل میگرفتم همین ابوبکر خلیل میگرفتم. مگر اشاره به چیزی نیست؟ گفتن که ولکن اخوة الاسلام، لیکن گفتن چی است؟ برادری اسلام است. و من گفتن که من خلت خودم فقط برای خدا دادم، چون که خلت طبق زبان عربی فقط با یک نفر میشه. پیامبر گفتن که من خلت من یا که خلت من تنها با الله تعالی هست. بعد باز فضیلت ابوبکر بیان کردن که لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابوبکر. تمام درهایی که به مسجد هست همش محکم کنید مگر در ابوبکر. بعضی روایت‌ها خوخه میگن. خوخه برادر دریچه از پیشتر اکون انسانایی که در خونه‌های قدیمی یادتون باشه دیگر بین همسایه‌ها درای میدک میشد، همسایه به همسایه نان دراز میکرد، در برو میکردن. هم خیلی چیزا بود. صحابه وقتی که در اطراف مسجد پیامبر خونه ساختن، اونها برای اینکه به مسجد در اومدنشون آسان شد از خونهشون به مسجد خوخه یا که خوخک شده بودن. از اونجا وقتی از اون مشهود می‌درمدن نمازشون رو می‌خوندن، پیامبر دیگر همه رو محکم گفتن فقط ان ابوبکر موند. و در روایت دیگر ان علی را پیامبر اجازه دادن برای اینکه علی دیگر در از طرف شرقی نداشت، فقط در علی از طرف مسجد بود. بنابراین ان علی را به عذر پیامبر اجازه دادن، چون که دیگر در نداشت، از اون طرف هم کشاده نمیتونست. فقط ابوبکر گفتن اجازه گفتن ابوبکر درش است. چرا پیامبر در آخرهای روز حیات خود مردم به بزرگی و عظمت ابوبکر یادآوری فرستادن؟ دیدید برادران؟ یعنی همه اینا معنا دارن. یعنی درباره مرگ خود گپ زدن، بعد درباره ابوبکر گپ زدن. یعنی اینا به هم وقت پیوند کنید به چه خلاصه میگن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید محبتشون ابوبکر، قدردانی و جوانمردی پیامبر ببینید. انسانی که نیکی کرد هیچ وقت پیامبر فراموش نمیکنه. ابو هریره چخیلی که در حدیث ترمذی اومده میگه که ما لاحد عندنا ید الا وقد کافیناه. پیامبر گفتن که هر شخصی که در ما دست داشت، به معنی دست داشتن که دستی یاری دراز کرده بود، ما برای همه چیز دادیم بود. گردون دادیم نیکیش همش. وقتی غنیمت شد دیگه از جنگ آمد هم شدیم. ما خلا ابوبکر، باز پیامبر ابوبکر استثنا کردن دوست. چون که کاری که ابوبکر کردن هیچ کی نکرد در حیاتش. یک اون صحابه نکرد.
فإن له عندنا یدا یکافئه الله یوم القیامه. یعنی این دستگیری که ابوبکر با ما کرده بود، این فقط خدای تعالی مکافاتش داده میتوند، ما در این دنیا نمیتونیم. گفتم پیامبر علیه السلام باز بینه با اشاره میگه ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابوبکر. یعنی که یگان کس مالش برای من اونقدر منفعت نرسوند آنچنانی که مال ابوبکر برای منفعت رسوند. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا و ان صاحبكم خلیل الله. باز اون کلمه خلیل استفاده بردم برادر. دیده پیامبر علت اون که گفتن که من ابوبکر خلیل نمیگیرم چون که من فقط تنها الله رو خلیل گرفتم برای خودم. اگر از مردم برای من خلیل جایز میشد من ابوبکر خلیل میگرفتم. این از برادر بعضی فضیلت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از زبان پیامبر، این از زبان ما نیست، از زبان مورخ نیست، از زبان محدث نیست، از زبان یه انسان عادی نیست، از زبان انسان است کی و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحى. یعنی زبان انسان است که فقط از وحی گپ میزند، از هوای خودش گپ نمیزند. برمین عروة میگه که عروة بن الزبیر میگه که اسلم. برای چی پیامبر این گپ زدن؟ خودم حدیثی عروه برای ما معین میکنه، میگه که برای چی پیامبر گفتن که ما همه تونستیم که مثلا مکافات شدیم لیکن ابوبکر نتونستیم و الله تعالی در روز قیامت میگه. ابو عروه میگه که اسلم ابوبکر رضی الله عنه وله 40,000 فانفقها فی سبیل الله. میگه که ابوبکر وقت اسلام آورد 40,000 داشت، 40,000 دینار یا درهم نگفته است برادران. خب یعنی که 40,000 درهم باشد، 200 درهم مثلا نصاب زکات است حاضر. 200 درهم برادران نصاب زکات است. تصور کنید این 40,000 از چند میشه؟ یعنی که احتمالش به میلیون میرود. اگر این درهم باشه، اگر دینار باشد 20 دینارتون مثلا حاضر به 6,200 دلار برابر است. که این 40,000 دینار از چقدر میشه؟ یعنی که میلیون ها دلار به اصطلاح امروزی. میگه همشه برای الله تعالی صرف کرد. میگه همین 40,000 خودشه. به دوامش بریم. میگه که و کان الرسول صلی الله علیه و سلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی الرجل فی مال نفسه. پیامبر با مال و با دارایی و ثروت ابوبکر آنچنان تصرف میکرد که آنچنانی که مرد به مال خودش تصرف میکنه. خود کیسه خودشون بود، خود جیب خودشون بود. آنچنان که انسان از جیب خودش صرف میکند از جیب ابوبکر همیشه صرف میکردن. این روایتی احمد ابن حنبل در فضایل صحابه آورده است. یعنی پیامبر ابوبکر خودشون میدونستن کیسه ابوبکر، جیب ابوبکر جیب پیامبر بود. این همین حدیث بازمون گفتی بالا رو تصدیق میکنه که پیامبر گفتن که همه رو مکافاتش دادیم، آنچه داده بود برای اسلام همیشه ما برای بازگرداندیم. گفتن در جنگ ها و در غزوات چه خیلی گفتیم بعد از غنیمت گیری، مگر ابوبکر که در وقتی که ابوبکر صرف میکرد اسلام در احتیاجمندترین حال خود قرار داشت. دوستان این حلقه یکم بود. انشاءالله باز حلقه دیگری هست درباره قهرمانی و بزرگی و عظمتی صدیق اکبر، صدیق امت ابوبکر رضی الله تعالی عنه باز دوام خواهیم داد. و شما رو تا حلقه آینده در پناه الله تعالی می‌گذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.